پدر در بساط خویش 3 دختری داشت و می‌خواست کند سفر به سوی خانه خدا، به زیارت خانه کعبه. و بعد دختری کلانش گفت از خانه خدا برایت چی هدیه بیاورم؟ گفت پدر برایم یک کتاب قرآن. و به دختر دویمش گفت برای تو چی؟ گفت پدر برایم جای نماز. و به دختر خردیش گفت برای تو چی؟ گفت پدر جان من تو را دوست می دارم، برایم آب بیار بسنده است. گفت دخترم آب را می نوشی تمام، یک چیز بگو که هدیه بماند. گفت نه پدر برایم آب بسنده است. و پدر کرد سفر به زیارت خانه خدا و هر چیزی که به دخترانش وعده کرده بود با خود گرفت و آمدن با دوستان خود در راه گم زدند. آبهایی که داشتند تمام شد غیر از آب دخترش. و بعد دوستانش گفت دوستم آب را بیار بنوشیم که تو ما هلاک می شویم. گفت نه من این را برای دختر خردیم وعده کردم چخیل به شما بدیم و اگر ندی هلاک می شویم. خلاص آب را نوشیدند و راه را هم یافتند و برگشتند هر کس به خانه خود. و به دختر کلانش گفت این کتاب قرآن برای تو دخترم. و به دختر دویمش گفت این جای نماز برای تو. و به دختر خردیش گفت ببخش دخترم که به تو آب آورده نتوانستم. و دخترش گفت پدر جان این خیل نگویید، من آب را برای خودم نگفته بودم، برای شما. گفت نفهمیدم دخترم، فهمان. گفت وقتی که شما میخواستید از می سفر کنید به سوی خانه خدا، من خواب دیدم که شما در راه رهگم میزنید، بسیار تشنه میمانید که آب میگوید. و همین خاطر پدر جان من آب گفتم. و پدر گریان شد گفت همین خیلی هم شد دخترم.